خدا رحمت کنه شیخ سعدی را در همون گلستانش قصه میکنه که در همون زمانهایی که جهانگردی میکرد در مکه شام صلیبدارای خریستیان هجوم میکنه و ملک مسلمانان و بیت المقدس هجوم کرده. بعضی کشورها ملک‌ها را گرفتن، خصوصا همون ساحل‌های بحر. از بس که میگم من یک فرد مسلمان و یک تبعی اسلامی من سلاح گرفتم میگم همراه مسلمانان برای دفاع وطن خیستم. حضرت خدا در همین جنگ اول اسیر میبردن، این را همچه غلام گرفتن بردن در بازار بیت المقدس سودا دادن. یا شیخ اومد شناختش، شیخ سعدی حضرت میشناختن، اومد سودا کرد به 10 دینار خریدش، بس به 10 سکه طلا گرفت خانه‌اش آورد و عزتش کرد و گفت ای شیخ آزادی. گفت مطلب برای غلامی نگرفتن، برای آزاد کردن گرفتن که تو آزادی. گفت در جان ما بسیار مینتی بزرگ گذاشتی، چه قیل خدمتی تو من بکنم، چکار ایدستم یکی خدمت بکنم. اون مرد خدا را گفت که من همی از فرزند خدای تو از همین نعمت فرزند یک دخترک داده است، همین دختر چی میشه و شیخ همی را بگیری اما را بتمد میخواد که نواسون رنگی توری میگه اولی و خواری و خودی بیدیم و کمال برسند. ای حضرت گفت مهری زن فرض ای من مهر ندارم، ظلم نمیرسد، چه جا بگیرم؟ همین یک خلطه طلا را آورد و 100 دینار بود است. گفت که این همین مهری دختر بوده این نمیره بگیرش. бе пул ҳиҷомат дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, қавӣ намудани мардонагӣ, дароз намудани муҳлати ҳамхобагӣ, барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. шифофармо дар хизмати шумо. پوشانزود یا با این مردک این خدمت کرده است، از غلامی آزادش کرده است. تو داره خدا این دیگه نگفته به تو را حتی نگاهش هم نکرد. نظر کردن هم دیگر را دیدن اگر چند سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی نگاهش هم نکرد، میگه نکاح کرد گرفتش. بیچاره هم یکی دهنش میخوره و حضرت اون نصیحتش میتونه این شیخ نصیحت پند اندر زاید. در تمام ادبیات جهانی به خدا قسم هیچ شخص یافته نمی‌شود که از 10 یک حصه نصیحت‌های همین شیخ سعدی رو کرده. این همه اقرار، همه یک دهنک نصیحتش میکنه که میگه خط پیرخر تو همون نیستی که پدری من به 10 دینار خریده، تو چی گپ چی؟ این بچه یک بار تحمل میکنی، 2 بار تحمل میکنی. اون وقتی که کار در استخوان رسید مردکی به ناموس دیگه طاقت نداره که چو بینی که زن پای بر جای نیست، ثبات از خیرتمندی و رای نیست. گریز از کفش در دهان نهنگ، که مردن به از زندگانی منند. بعد همی روز به طاقت شد گفت بله من همون بیچاره هستم که پدری تو به 10 دینار خریده که با 100 دینار در تو بی سعادت فروخته کنم. بعضا یک قصه‌ک میاره، میگه شنیدم گوسفند را بزرگه رهانید از دهان چنگ گرگه، شبانگه کارد بر حلقش بمالید. یک مردک گوسفند ایدهانی گر میکشد، گوسفند بیچاره اکمی ندار شده است، خونه میورش کار نمیگیره در مکش میشد. شبانگه کارد بر حلقش بمالید، روان گوسفند از می بینالید، که از چنگال گرگم در ربودی، چه دیدم عاقبت خود گرگ بودی. تو اگر در بطر ای باشید کشتی هم در تستر کار و خلاص میگه. یعنی که زن وقتی که به خاطر مال و ثروت گرفته میشه پسر نمیکنه. زن وقتی به خاطر حسن جمالش میگیرن ناکام میشه. بعد در این آتش رشک و حسرت یک کار میسوزن، میپزن. زن اگر به خاطر وظیفه و منصب پدر باشه در دام میغلطی، در هر کار دویلت رو میکنه. برای همین زن برای دین و دیانت باید انتخاب کنه شد. خواهد که بعضی را خدا داد است، اقبال دارن، همین 4 خصلت همش دارن. ایتالیا ایمنی و شاید یک نفر شد. برای همین مشکل است که مثلا در یک زن همین کارا باشه که هم ثروت داشته باشه و هم پدری صاحب وظیفه داشته باشه و هم حسن جمال داشته باشه و هم دین و دیانت. اما اگر مبادای همین یک تاش باشه باید صاحب دیانت انتخاب.
صاحب دیانت که باشه زندگی گل گلی بشه. صاحب دیانت که باشه حرمت احترام توجه می‌کنه. هیچ خیلی داملا گفت اذا نظرت الیها سرت کرد. وقتی دیدیش وقتت خوش میشه. حقیقتا زنی مستوره باشه، زنی صالحه باشه. با خدا قسم هر وقتی ببینیش خدا در جنت احساس می‌کنی. چه مستور باشد زن خوبروی به دیدار او در بهشت است شد. میرو 5 نوبت بیزن بردارد چه یاری موافق بود در برد. خداوند وقتی یاری موافق داد 5 نوبت مسجد را سر در سجده الهی بگذار و شکرگزاری این نعمت پروردگار را بکن. و اذا امرتها اطاعت کن. وقتی زنک امر کنی اطاعت کن. خرسند میشه. خیلی زنی درکاتی قدری گپو برسد. زمانهای پیش خدا و راستی مردم سوادشو کمتر بدن که تقواشو بلند بود. همین را ما تصدیق میکنیم. مثلا که دیدیم مجرب است که حقیقتا تقواشو بلند بود. علم نداشتن این خدر، این کتاب نبود، این خدر موعظه نبود، این مسجد نبود، اما همین مردم ترس خدا و تقوا داشتن. زنک دخترش نصیحت میکرد بچه‌ام سرک نخندگی سری خواهش همیشه نمیبرد. بچه‌ام حرمت احترامی خشتومان طبقه پدت هم خشتومان میشه ای کیرلت حرمت احترام رو میبینی. این چی برای مرسیده است امروز از برای خدا خیلی فرزنده هم کمپیرک و مسافیده همه چی در مرسیده است. به درجه تعصب زیاد چیده است، ابلهی زیاد چیده است. همین تلفنی پدنالا در دست نر مادر هم هست. بعد بچه هم اولاد بیناموس نیستیم. بیناموس نیستیم که پس نزن. بعض او کار شده است از برای خدا در زندگی میشه و فرازو است بیگه و کلوچه میشه. همین بعض او کار شده است که دختر گریه کرده اوچش از هم میزنه. بیوه اوچش دنیا را به پا میخیزونه میسوزونه. مردک ناموسکی میکنه میوین کشتن شاه میگیرن پیرخر سرش دید. و با جواب دادم طلاق کردم خانه نمیشود. پیرخر مردک باشه که 3 تشکر انا با 3 تا میشود. بعد حقیقتا روایت کویده میزنم. هم یکان روایت های نداره که عایشه را دونه شرط بود که به همین درجه را بیاری کار برای سوره از برای خود. و ما امتهای محمد صلی الله علیه و سلم هستیم. حضرت این قطع کدای داره. قسم به الله ولی وقتایی که ما حدیث نمیخوندیم این چیزا را نمیدونستیم از دهن اینم پدرام شنیدیم از دهن مادرام شنیدیم و بچه همش تا سرت بگی که طلاق عرش همه جنبونه همین گپ خورد کلون میگفتن خدا را خشنان یا عرش میجنبه. حقیقتا حضرت تاکید کرده است تزوجوا ولا تطلقوا فإن طلاق یهتز بالعرش. نکاح کنه طلاق نکنه که این طلاق عرش همه جنبونه. اولم برادرای افغان بگردم شد با خدا قسم یک کسلتی مردانه دارند. همین مردکی که با طلاق زن قسم میکنه میگن این یا مردگه وای یا دیوس وای. نخو مردک با طلاق زن قسم میکنه. همین طلاق دادن باور کنه برای نورس پدلو وای. آنها سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگن از برای افسوس سر افسوس که تمام جهاز آراسته میکنیم قرضدار میکنیم خدمت در قرض قوانا میپیچونیم. همین خیلی‌ها مونده که با همون شعبچه را یک کلیدی ماشین میکنن دیگر همش تیار میکنن. اما هم یک دهنک نصیحت هم میکنیم. یا هشتا در سرت بگی بچه‌ام تو به همه دیو کینای انگلیسی و کینای تورسکی نشه این زندگی دیگه های. ای خونه شوهر مشکلی رو داره. هشتا در سرت بگی اخلاق و آداب داشته باش. اگر این مال دنیا را همه را داشته باشه اخلاق و آداب را داشته باشه هیچی. چی درد مرسیده است؟ این نصیحت تو دیگه نیست. بچه‌ها را باید پدران نصیحت کنن. خود دخترها را باید که مادراشون نصیحت کنن. بسیار همه خدا راستی تو چند زمان پیش رفته است همه قدر ادب مکم شده است. اخلاق مکم شده است. صبر تحمل مکم شده است. حرمت احترامی همدیگری باقی نمونده است. اخیر این کار بزیبه. این میگه طلاق از حد گذشته است. در تمام ساختارها بانگ اشتراک میزنن. ای حد گذشته است برای خود. یکی ای سلام و ایلاتوش هم میایی. برای زنه باید که برای دین دیانتش انتخاب کردی. برای دین دیانت که انتخاب کردی انشاءالله دیگر سرت بلند به آبرو و عزت مردک در خانه خودش رنگی پادشاه.
زنی خوب و فرمانبری پارسا کند مردی درویش رو پادشاه. هیچ جای شک شبهه نیست. من اعطاه الله امرأة صالحه فقط اعطاه خیر دنیا و الاخره. کسی را خدای تعالی زنی صالحه داده است، خیر دنیا و آخرت براش نصیب کرده است. انشاءالله برای ایشان این عروس ما یقین دارم که قبل از همه برای دین و دیانتش انتخاب کرده است. خداوند